دعای زیارت عاشورا وحی الهی است؟ باز تکرار میکنم، این زیارت عاشورا حدیث قدسی است، سخن یکی از ائمه معصومین علیهم السلام نیست و ویژگی و امتیاز زیارت عاشورا به سایر زیارات ائمه علیهم السلام این است که این متن سخن خدای متعال است. ترس از آشنا شدن مردم با عقیده صحیح قرآنی و تدبر و تأمل در مفاهیم والای آن، آخوندهای رافضی را بر آن داشته تا به فکر جایگزینی برای قرآن کریم باشند، جایگزینی که از همان جایگاه و منزلت در نزد پیروانشان برخوردار باشد. از این رو با نسبت دادن خرافات و شرکیات و فرهنگ سراسر کینه و بغض خود به الله متعال و وحی الهی، پیروانشان را از دین و عقیده صحیح دور ساخته به شرک و کفر و کینه و دشمنی با مسلمین فرا می‌خوانند. یکی از این جایگزین‌ها دعایی به نام زیارت عاشوراست، دعایی که خوانندگانش معتقدند امام حسین رضی الله عنه خواننده این دعا را شفاعت کرده و به بهشت داخل می‌گرداند. این دعا مملو از سب و شتم و لعن یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم و غلو و زیاده روی در حق امام حسین رضی الله عنه و توسل به ایشان است که شخصی به نام علقمه حضرمی کذاب به دروغ آن را به امام باقر رحمت الله علیه نسبت داده است. اما این آخوند رافضی برای آنکه به خرافات و شرکیات و محتوای سراسر کینه و دشمنی این دعا قداست بخشد، آن را حدیث قدسی می‌خواند و متن کلام الله متعال برمی شمارد. الله از آنچه آنان میگویند بسیار منزه و خیلی والاتر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خاتم پیامبران است و بعد از رحلت ایشان وحی آسمانی بر بشر قطع گردید. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. محمد پدر هیچ کس از مردان شما نیست، بلکه فرستاده الله و خاتم پیامبران است. سردار بانوان بهشت فاطمه زهرا رضی الله عنها در هنگام وفات پدر بزرگوارش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: انا لله و انا الیه راجعون، انقطع عنا خبر السماء. همه از اللهیم و همه به سوی او باز میگردیم. با وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم رشته وحی و اخبار آسمانی قطع گردید. نگاه کتاب احقاق الحق شوشتری جلد 10 صفحه 435. حال چگونه ممکن است بعد از قطع شدن وحی الهی از طرف الله متعال این دعا بر امام محمد باقر نازل شده باشد؟ چگونه ممکن است بعد از نزول آیات فراوانی از قرآن کریم در منع واسطه تراشی بین بنده و الله متعال از بندگانش بخواهد اولیای الهی را بین خود و پروردگارشان واسطه قرار دهند؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. و شما را فرمان نمی دهد که فرشتگان و پیامبران را در مقام ربوبیت قرار دهید. آیا شما را به کفر دستور می دهد پس از این که شما مسلمان هستید؟ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبینا. بنگر چگونه بر الله دروغ می‌بندند و همین به عنوان گناهی آشکار کافی است.